هر کاری توانستند بکنن، هر کاری نکردن نتوانستند بکنن. آمریکا و غیر آمریکا کاری نمیتونن بکنن، کار ازشون ساخته نیست. اینا عزت ملت انقلاب اسلامیه یا همش یا ورزش تجزیه شده بود. 40مین سالگرد باید با شکوه‌ترین مراسمی که در ظرف این 40 سال برگزار شده. دشمن از این میترسه، از توپ و تانک ما نمیترسه، از تسلیحات نظامی ها و نظامی ها میترسه، ولی نه این در حدی که از انقلاب و اسلام و ایثارگری میترسه. گذشته انقلاب را و بعد از پیروزی انقلاب را، این مسئله مسئله اختصاص به نهادی دونه نهادی، دستگاهی دونه دستگاهی نداره. همه میخوان تلفظ بکنن. اهمیتش از رانه‌های بیشتره. دستگاهایی که بیشتر فکر میکنن با دولت وزرا و دیگران در لایحه دولت باشه. بعدم این مسئله بودجه میخواد. من یقدر نگران بودجهش هستم. از دولت میخوایم تا اگه بودجه بگیریم که اونا که مرتب میگن نداریم، ارشد که خب دروغ هم نمیگن، بالاخره وضع خوب نیست، وضع خیلی ناجوره. دشمن و معاند هم بیکار ننشسته. اونا رو 40 سالگرد انقلاب ما کار میکنه، فکر میکنه که این انقلاب تا کی میخواد بمونه. خب 40 سال کار بمونده بسشه. ما باید زیر و روش کنیم.